با درود خدمت دوستان، یه پیشنهاد برای دوستانی که تازه میخوان راننده تریلی بشن و با دنده عقب مشکل دارن. بهترین کار و برای درک بهتر اینه که یه دونه از این کامیون اسباب بازی ها بگیرید، باش تمرین کنید که درک بهتری ازش داشته باشید. وقتی میخواید دنده عقب برید، به عنوان مثال میخواید برید توی بی شماره 3، شما یه فاصله باید اینجا داشته باشید، تقریبا 1 متر تا 1 متر و نیم. میاید تا بی 4، چون 3 میخوایم بریم، اینجا فرمون رو کامل میدید سمت چپ. خب این نسبت به ماشین انگلیس من میگم، تا آخر که رفتید بعد دوباره فرمون رو برمیگردونید سمت راست. اینجا که رسیدید هلال میشه دیگه خور ماشین. اینجا فرمون رو باید صاف کنید. صاف که کردید خیلی آروم خیلی آروم که فرصت دنده عقب رفتن از دستتون نره. خب باید بیاید تا این محورتون اینجا باشه، سر این خط. وقتی اینجا باشه به تریلی اونوری نمیخوره. خب با خیال راحت میتونید بیاد، چون اون طرف رو نمیبینید. خب اینجا که رسید دیگه باید یواش یواش صاف کنید. اگر دیدید که خیلی اون سمت هستید، برید جلو، اشکال نداره، برید جلو، یکم صاف کنید، بعد دوباره بیاد عقب. یکی دو بار چند بارم عقب جلو کنید، هیچ اشکالی نداره. خب و این یکی از تمرینایی که میتونید باش داشته باشید. و موقع بیرون اومدن حتما شما برای اینکه به این تریلی این طرفی و اون طرفی نخورید، حتما تا جایی که جا داره باید بیاید بیرون، بعد بپیچید. چون اگه خیلی زود بپیچید، اینجا قطعا یکی از این تریلی ها این طرف یا اون طرف رو میزنید. و فاصله ای که باید داشته باشید اگه بخواید دور در جا بزنید، از این محور تا ته تریلی باید این فاصله باشه که بتونید دور بزنید. یعنی چی؟ یعنی اگه من میخوام اینجا سریع بپیچم به سمت راست، خب باید حداقل این اندازه فاصله از محورم تا ته تریلی، این قسمت فاصله داشته باشم که بتونم بپیچم و به این طرفی نخوره. ببینید اگه وقتی من سریع بپیچم میاد میخوره به تریلی این طرفی. حتما این کارو بکنید. یه دونه اسباب بازی تریلی بگیرید، باش بازی کنید، تو موقعیت‌های خاص قرارش بدید و درک بهتری از این که تریلی چجوری دنده عقب میره حتما خواهید داشت. امیدوارم که موفق باشید.